در ناحیه شهر نو امروز 53 مؤسسه تعلیمی بودند. از آن 36 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 10 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 7 مؤسسه تحصیلات ابتدایی میباشد. همچنین یک مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم ناحیه شهر نو، آسایشگاه بیماری‌های سیل قره‌طاق، لیسه کسبی تکنیکی رقم 11 و دو کودکستان‌های نزد شعبه معارف فعالیت دارند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 برای گذراندن زمستان سال‌های 2018 2019 و 10 تن انگشت خوبی با صفت و 8 متر کوبی هیزم اینچنین موادهای دیزلی ذخیره نموده است. مؤسسه دارای 25 سیمخانه بوده با پیچ‌های علاوه پررا تامین میباشد. در سال خوانشی 2018 و 2019 ما برای زمستان گذرانی آماده هستیم. ما کوشش میکنیم که زمستان همین سال رو به یگان کمبودی پس سر کنیم. تمام این مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شهر نو چون همزمان صنفخانه و حجره‌های کلی را پورا از تعمیر برآورده، خوانندگان با تعلیم و تربیت پورا فرا گرفته شدند. من چیزی که شما دیدید در صنفخانه بچه‌ها آزاد نشستن، صنفخانه گرم. ما کوشش میکنیم که زمستان گذرانی رو به یگان ممنونیت گذرانیم. مؤسسه پورا با زمستان گذرانی آماده است و مقصد ما آن است که خوانندگان ما در دایره تامینات همه گونه شرایط تعلیم و تربیت به وای رسند. در دوره تعطیل تیرماهی در مؤسسه دو دوره المپیاد دایر گشتند. در المپیاد یکم از فن دوست داشته من خوانندگان مؤسسه ما با گرفتن 22 نفر جایهای یکم و دوم سوم و در دور دیگر المپیاد مکتب بچگان بین صنف‌های 9 و 11 با گرفتن 20 جای در بین مؤسسه میانه حدود ناحیه شهر نو جای اول را انتخاب نمودند. در همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه شهر نو دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان اجرای خود را یافته است. باید گفت که امروز طالب علمان در اینجا با تمام شرایط خوبی تعلیمی تامین می‌باشند. برنامه‌ها برای چی؟ برای